و یه جایی باشه که هم صورتم پیدا باشم، موها. ببین من مدتی های مدیدی سر خودم رو تیغ میزدم. افتضاحه، هیچ وقت این کارو خصوصا جوانان نکنن. دوستانه که این ویدیو رو تماشا میکنن و سنشون احیانا از سن بنده که 27 سال باشه پایین تر هست، نکنن این کار. تیغ میزنی موها تو عزیزم. ببین کن این قسمت، میبین چطوری در اومده الان. خواب این قسمت موهای من الان کاملا به شکل احمدی نژادی در اومده، یعنی همه جا اینجوری. حالا اینجا الان کلاست، این کلاه الان سرم بوده، اونوری این الان مدتی سرم بوده، ولی حالا حتی امروز هم البته خودم موامو کوتاه کردم، افتضاح هم کوتاه کردم، یعنی ریدم و این بالاچو کوتاه نکردم و حالا همه چی. ولی این قسمتو هر کاری میکنه یهو خواب اینوری پیدا کرد آقا. بعد از اون تیغی که ما زدیم به سرم، اینجوریش کنه، چه میدونم چی کارش کنه. آره اینجوری مثل که حالا بد نیست، ولی چی میگن دیوونه است. تا دست بخوام بهش بزنم